تویوتا موتور یکی از بزرگترین و موفقترین شرکت‌های خودروسازی جهان است که در سال 1937 در ژاپن تأسیس شد. این شرکت توسط کیچیرو تویودا بنیانگذاری شد و ریشه‌های آن به شرکت خانوادگی تویودا اتوماتیک لوم برکس برمیگردد که یک شرکت تولید دستگاه‌های نساجی بود. کیچیرو تویودا در دهه 1930 تصمیم گرفت وارد صنعت خودروسازی شود. در سال 1935 اولین خودروی تویوتا به نام مدل A1 تولید شد. در سال 1937 شرکت تویوتا موتور به طور رسمی به عنوان یک شرکت مستقل تأسیس شد. جریان جنگ جهانی دوم تویوتا به تولید کامیون‌های نظامی برای ارتش ژاپن پرداخت. پس از جنگ شرکت با مشکلات اقتصادی روبرو شد، اما با حمایت دولت ژاپن و اصلاحات صنعتی به سرعت بازسازی شد. در سال 1950 تویوتا اولین خط تولید انبوه خود را راه‌اندازی کرد. در سال 1957 تویوتا اولین صادرات خود را به ایالات متحده انجام داد و مدل تویوتا لند کروزر در این بازار موفق شد. بحران نفتی دهه 1970 باعث افزایش تقاضا برای خودروهای کم مصرف شد و تویوتا با مدل‌هایی مانند کورولا به کم مصرف‌ترین به شهرت رسید. تویوتا توانست با ارائه خودروهای با کیفیت، کم مصرف و مقرون به صرفه در بازارهای جهانی جایگاه محکمی به دست آورد. تویوتا با معرفی برند لوکس خود یعنی لکسوس در سال 1989 وارد بازار خودروهای لوکس شد. این شرکت در این دهه با تأسیس کارخانه‌های تولیدی در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان گسترش بین‌المللی خود را ادامه داد. در سال 1997 تویوتا اولین خودروی هیبریدی جهان به نام پریوس را عرضه کرد که یک تحول بزرگ در صنعت خودروسازی بود. تویوتا در دهه 2000 به یکی از پرفروشترین خودروسازان جهان تبدیل شد. شرکت در تولید خودروهای برقی، هیبریدی و هیدروژنی پیشگام است. در سال 2020 تویوتا به عنوان یکی از برترین برندهای خودروسازی جهان شناخته شد. تویوتا همواره در فناوری‌های سبز، خودران و تولید خودروهای با کیفیت پیشگام بوده است. این شرکت به دلیل دوام، کارایی و کیفیت بالای خودروهایش شناخته می‌شود. تویوتا از سیستم تولید معروف خود به نام تویوتا TPS استفاده می‌کند که بر اصول کایزن، بهبود مستمره و کاهش هدر رفت متمرکز است. تویوتا یکی از پیشگامان تولید خودروهای پاک و سازگار با محیط زیست است. بریم و چند نمونه از محصولات برجسته تویوتا را با هم مشاهده کنیم. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب به کانال فراموش نشود. تویوتا کورولا یکی از پرفروشترین خودروی تاریخ. تویوتا لند کروزر خودرویی مقاوم و محبوب برای آفرود. تویوتا پریوس اولین خودروی هیبریدی تولید انبوه در جهان. تویوتا کامری یکی از محبوب ترین سدان‌های خانوادگی. تویوتا هایلوکس بانت مقاوم و پرکار. امروز تویوتا یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی جهان است که میلیون‌ها خودرو در بیش از 170 کشور به فروش می‌رساند. این شرکت با سرمایه‌گذاری در خودروهای الکتریکی و خودران در تلاش است تا به پیشروترین برند در صنعت خودروسازی تبدیل شود. اگر علاقه‌مند به این محتوا هستید، خوشحال میشم چنل یوتیوب کمپانی بیوگرافی را فالو و دنبال کنید.